خوش همان عمر که در صحبت مردان خدا با خداجوی و با هر اهل محبت گذرد. هزارها خوش به همچنان عمری که در صحبت مردان خدا میگذرد، در نماز جمعه سپری می شود، در نماز 5 وقته سپری می شود. خوش به حال این چنین عمر. لیکن وای به حال آن کسانی که عمرهای اونها هم مثل عمرهای ما و شما کم می شود، لیکن در نماز جمعه اشتراک ندارند، در نماز 5 وقته اشتراک ندارند، یا اینکه اگر در یکی از این خواه در 5 وقته اشتراک میکنند در جمعه اشتراک نمیکنند، یا در جمعه اشتراک میکنند در 5 وقته اشتراک نمیکنند. گفت کمال الدین خودجندی، حضرت کمال خودجندی، به مسجد هفته از تو کجا یک سجده واحد که در آینه زاهد و 6 روزی دیگر فاسد. کجاست این بندگی که یک روز تو در روز جمعه عبادت میکنی، 7 روز دیگر 6 روز دیگر که نمازهای 5 وقته مثل جمعه در گردن تو فرض است که با جماعت خوانده شود، تو اشتراک نمیکنی. یک روز مسلمان 6 روز فاسق هستی. عمر اگر نگذرد به حق جویی، شرم نکرده عمر هم گویی. عمر اگر نگذرد در ری مولا، عمر هر گاو و خر از او بالا. البته هر یک عمر گاو و خر از آن عمر بالاست که اون انسان تا حال خودش را نشناخته است، نمیداند که برای چی خداوند او را در روی زمین آفرید، پیدا کرد، بهر چی. هر کی را سعی قدم بیشتر، و درگاه حق منزلش بیشتر. همین از پندت اگر بشنوی، که گر خار کاری سمن ندروی. البته عاقبت همین است. شاعر و ما و شما بسیار خوب بیان کردن. چی بیان کردن؟ هر کی را سعی قدم بیشتر، که منزلش نزد حق بیشتر. کسی که کوشش زیاد دارد، کسی که غیرت زیاد دارد، کسی عبادت زیاد دارد، البته منزلت او در نزد خدا زیاد میگردد. همین از پندت اگر بشنوی، که گر خار کاری سمن ندروی. اگر تو خار میکاری تو سمن نمیدروی. سمن گفته همون یاسمن هم میگن، یا اینکه با لفظ روسی جاسمین میگن، یک گل سفیدی هست که خوشبوی هست. تو وقتی خار کاریدی تو هیچگاه تو آن گل خوشبوی سفید نمیدروی.